سلام خدمت شما همیاران باغبان. دوستان عزیز، کندن پای درختان چند تا مزیت خیلی خوب داره. اگه یادمون باشه قدیما هر سال حداقل سالی 2 بار پای درخت‌ها رو شروع می‌کردن به کندن. یکی از مزیت‌هایی که خیلی هم اهمیت داره در باغ ما این هست که وقتی ما پای درخت‌ها رو میکنیم در واقع داریم خاک رو جابجا میکنیم و هوادهی رو به ریشه هامون بهتر میرسونیم. وقتی هوادهی به ریشه ها بهتر باشه چه اتفاقی میفته؟ تنه سرخی ما کمتر میشه. دومین موضوع در خصوص کندن زمین باعث میشه که سله ها و اون ترک ها و دردشکافایی رو که توی زمین ما هست همه اینها از بین بره و طبقه تعرق در خاک ما کمتر بشه و خاک ما مرطوب بمونه. سومین موضوع باعث از بین رفتن علف‌های هرز میشه و چهارم باعث نرم شدن زمین ما میشه. پس کندن پای درختان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. اگر میتوانید حداقل سال 1 بار این کار رو انجام